خشم مقدسه. انتقام شیرین‌تر از بخششه و سرزنش کردن دیگران گاهی اوقات تنها راه نجات یک انسان از مرگ حتمیه. شاید شنیدن این جملات تمام باورهای اخلاقی و تربیتی شما رو به چالش بکشه. شاید با خودتون بگین این چه حرفیه؟ ما یک عمر یاد گرفتیم که خشم شیطانه، بخشش فضیلته و آرامش در سکوته. اما امروز اینجا هستیم تا با حقیقتی روبرو بشیم که روانشناسی مدرن تازه داره بهش نزدیک میشه. اما آموزه‌های آبراهام هیکس سالها پیش اونو فریاد زدن. حقیقت اینه که تلاش برای مثبت اندیشی وقتی که در قعر افسردگی هستین خطرناکترین کاریه که میتونین با روان خودتون انجام بدین. تلاش برای بخشیدن دشمنان وقتی که دلتون پر از نفرته سمی‌ترین نوع سرکوبه که در نهایت به سرطان و بیماری‌های خود ایمنی ختم میشه. امروز در قسمت سوم از این سفر بیدار کننده میخوایم وارد ممنوعه ترین منطقه احساسات بشری بشیم. میخوایم ابزاری رو معرفی کنیم که آبراهام بهش میگه مقیاس راهنمایی عاطفی. یک نردبان 22 پله‌ای که نشون میده چرا و چطوری احساساتی مثل خشم، انتقام و توقع میتونن پله‌هایی باشن که شما رو از جهنم افسردگی نجات میدن. ما یاد گرفتیم که احساسات رو به دو دسته خوب و بد تقسیم کنیم. شادی خوبه، غم بده. امید خوبه، خشم بده. اما در فیزیک ارتعاشی هیچ خوب و بدی وجود نداره. فقط انرژی وجود داره. و امروز قراره بفهمیم که چرا گاهی اوقات عصبانی شدن و داد زدن معنوی ترین کاریه که یک انسان میتونه انجام بده. اگه احساس میکنید در یک سیاهچاله روحی گیر کردید و هر چقدر تلاش میکنید مثبت باشید بدتر تو باطلاق فرو میرین، اگه خسته شدید از اینکه به زور لبخند بزنید در حالی که روحتون گریه میکنه، این ویدیو نقشه فرار شماست. نقشه‌ای که به شما یاد نمیده چطور یک شب فرشته بشید، بلکه یاد میده چطور پله پله با استفاده از همین احساسات به ظاهر منفی خودتون رو به سطح زمین برسونید. آماده اید که با تاریک ترین بخش وجودتون آشتی کنید و اونها رو به سوخت موشک تبدیل کنید؟ پس با دقت تمام گوش کنید. برای درک این موضوع حیاتی باید برگردیم به مثالی که تو قسمت قبل زدیم. رادیوی کائنات. یادتون هست؟ گفتیم که احساسات شما مثل یک سیستم GPS یا یک نمایشگر تنظیم فرکانس عمل میکنن. وقتی حس خوبی داری یعنی روی فرکانس دریافت هستی. وقتی حس بدی دارید یعنی روی فرکانس مقاومت هستید. تا اینجا همه چیز ساده بود. اما مشکل بزرگ یا بهتره بگم فاجعه زمانی رخ میده که ما سعی میکنیم قوانین فیزیک رو دور بزنیم. فرض کنید شما الان در بدترین وضعیت روحی ممکن هستید. افسرده‌ای، ورشکست شدی، عشقتون ولتون کرده و احساس بی‌ارزشی و پوچی میکنید. طبق جدول ارتعاشی آبراهام شما در پایین ترین نقطه ممکن یعنی پله 22 که میشه افسردگی، غم، ناتوانی قرار دارید. حالا مربیان انگیزشی زرد و کتاب‌های سطحی به شما چی میگن؟ میگن برو جلو آینه بخند، بگو من شادم، تجسم کن که خوشبختی، مثبت باش. شما سعی میکنید جلو آینه بایستید و با بغض میگی من شادم. ولی چه اتفاقی میفته؟ نه تنها شاد نمیشید بلکه حالتون به هم میخوره. احساس دروغگویی میکنید، احساس ناتوانی بیشتر میکنید و بعد از چند دقیقه عمیق‌تر تو افسردگی فرو میرید. چرا؟ چون طبق قوانین فیزیک پرش ارتعاشی از پله 22 که افسردگیه به پله 1 که میشه شادی و عشق و شوق‌گذاری غیر ممکنه. فاصله فرکانسی این دوتا مثل فاصله تهران تا نیویورکه. شما نمیتونی با یک قدم این فاصله رو طی کنید. شما نمیتونید وقتی ماشینتون تو دنده عقبه با سرعت 100 کیلومتر داره میره که حالت افسردگی باشه یهو بزنید دنده 5 و با سرعت 200 کیلومتر بری جلو و شاد باشید. اگه این کار رو بکنین گیربکس ماشین که همون ذهن شماست خورد میشه. پس راه حل چیه؟ آبراهام هیکس تو این کتاب شاهکاری رو ارائه میده که زندگی میلیون‌ها نفر رو نجات داده.
اون میگه هدف شما نباید رسیدن به شادی باشه. هدف شما باید رسیدن به تسکین یا رلیف باشه. تسکین یعنی چی؟ یعنی فقط یک پله بهتر شدن، نه 20 پله، فقط یک پله. بیاین نگاهی به این نردبون 22 پله‌ای بندازید. تصور کنید این لیست جلوی چشمتونه. بالاترین فرکانس پله 1 تا 7 شامل عشق، شادی، قدردانی، اشتیاق و امیده. اما پایین ترین فرکانس ها پله 22 شامل ترس، غم، افسردگی، ناامیدی و ناتوانیه. نکته کلیدی و شوکه کننده اینجاست. دقیقاً بالای سر افسردگی پله 22 چه احساسی قرار داره؟ پله 21 احساس ناامنی و گناه. پله 20 حسادت. پله 19 نفرت و خشم. پله 18 انتقام. پله 17 خشم. بله درست میبینید. از نظر ارتعاشی خشم و انتقام و نفرت جایگاه بسیار بسیار بالاتری نسبت به افسردگی دارن. چرا؟ چون افسردگی یعنی مرگ انرژی، یعنی انفعال، یعنی من نمیتونم کاری بکنم، یعنی تسلیم مطلق. توی افسردگی هیچ حرکتی نیست، ماشین خاموشه. اما خشم یعنی انرژی، خشم یعنی من حقم رو میخوام، خشم یعنی حرکت، خشم یعنی زنده‌ام و اعتراض دارم. وقتی یک آدم افسرده که ماهاست گوشه اتاق کس کرده و به خودکشی فکر میکنه، ناگهان عصبانی میشه و شروع میکنه به داد زدن سر خدا یا سر پدر مادرش، روانشناسا جشن میگیرن. چون این یعنی موتور زندگیش روشن شده. این یعنی از منطقه مرگ خارج شده. حالا متوجه میشین چرا مثبت اندیشی زورکی کار نمیکنه؟ وقتی شما افسرده اید نمیتونید ببخشید، چون بخشش تو پله‌های بالاست. شما اول باید عصبانی بشید، باید متنفر بشید، باید سرزنش کنید. شما باید از پله 22 روی 17 که خشمه بیاین. بعد از خشم بیاین رو پله 15 سرزنش. تقصیر دولته، تقصیر شوهرمه، تقصیر خانوادمه. این حس خیلی بهتر از اینه که بگی تقصیر خودم و من بی‌عرضم. بعد از سرزنش میرسید به پله فرضاً 12 ناامیدی خفیف. بعد پله 10 بی‌حوصلگی. بعد پله 8 کسالت. و تازه از اینجا وارد منطقه مثبت اندیشی میشی. پله 6 امیدواری و در نهایت پله 1 شادی و شکرگزاری. این مسیر ممکنه چند ساعت، چند روز یا چند هفته طول بکشه، اما این تنها مسیر واقعی و پایداره. شما نمیتونید آسانسور سوار شید، باید از پله‌ها برید. بذارید با یک مثال خیلی ملموس و شاید کمی دردناک رو باز کنم. فرض کنید شخصی رو میشناسید که شریک عاطفیش بهش خیانت کرده و رفته. این شخص الان تو پله 22 غم و افسردگیه. گریه میکنه، غذا نمیخوره، میگه من زشتم، من کافی نبودم، زندگیم تموم شده. این فرکانس جذب مرگ و بیماریه. حالا اگه شما برید بهش بگید عزیزم ببخشش، رهاش کن، برای خوشبختیش دعا کن، اون شخص دلش میخواد شما رو خفه کنه، چون دسترسی به اون حس رو نداره. اما اگه یه روز صبح بیدار شه و بگه مرتی که یه عوضی چطور جرأت کرد با من این کارو بکنه، من حالشو میگیرم، پدرشو در میارم، من بهش نشون میدم چی رو از دست داده، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا اون شخص بدجنس شده، ظاهرا داره حرفای منفی میزنه، اما آبراهام میگه تبریک میگم، ارتعاشت رفت بالا. اون الان تو پله انتقام و خشمه. حس انتقام خیلی شیرین تر از حس قربانی بودنه. تو انتقام شما احساس قدرت میکنید، توی قربانی بودن احساس له شدن. پس بهش اجازه بدین عصبانی باشه، تشویقش کنی که خشمش رو حتی شده تو ذهنش یا تو خلوتش یا روی کاغذ خالی کنه. چون وقتی خشمش خالی شد میرسه به مرحله سرزنش. دیگه نمیخواد بکشتش، فقط میگه اون آدم بدی بود. بعد میرسه به مرحله بی‌تفاوتی، میگه اصلا برام مهم نیست. و در نهایت میرسه به امید، میگه شاید بتونم با کسی بهتری باشم. و آخر سر میرسه به بخشش، میگه اون هم مشکلات خودشو داشت، گذشته خودشو داشت، من بخشیدمش.
بخشش واقعی فقط در انتهای مسیر اتفاق میفته، نه در ابتدا. پس رفقا، بیاین یک بار برای همیشه با احساستون آشتی کنیم. هیچ احساسی بد نیست. احساسات فقط تابلوهای راهنما هستن که میگن الان کجای مسیر هستید. خشم بد نیست. خشم یعنی تو از جاده خارج شدی. بیدار شو. خشم مثل درد سوختگیه. وقتی دستت میخوره به بخاری درد میکشه، آیا درد بده؟ نه، درد داره بهت میگه دستت رو بکش تا نسوزی. خشمم داره بهت میگه یک باوری تو ذهنت هست که داره بهت آسیب میزنه. یه چیزی رو داری تحمل میکنی که نباید بکنی. اما، و این یک امای خیلی بزرگه. نکته ظریف اینجاست. شما نباید تو خشم پارک کنید. خشم ایستگاه خوبیه برای عبور، ولی جای بدیه برای موندن. مشکل خیلی از آدم‌ها اینه که از افسردگی میان بیرون، میرسن به خشم و همونجا خونه میسازن. تبدیل میشن به آدم‌های همیشه عصبانی، همیشه شاکی، همیشه تلخ. این هم یه دام دیگه است. شما از خشم استفاده میکنید تا از چاه افسردگی بیاین بیرون، ولی بلافاصله باید تلاش کنید برین پله بعدی، ناامیدی یا بدبینی. هدف حرکت کردنه، نموندن. تکنیک آبراهام برای این حرکت چیه؟ تکنیک پیدا کردن فکر بهتر. این تکنیک مثل بالا رفتن از صخره است. شما دستتون رو دراز میکنین و سنگی رو میگیرین که فقط کمی محکم تره. مثلا وقتی عصبانی هستی که چرا پول ندارم، نگید من ثروتمندم، چون باورتون نمیشه. بگید خب فعلا که پول ندارم و این وضعیت گنده، خشمگینی، ولی حداقل بدهی سنگینم ندارم، کمی تسکین. حداقل سقف بالا سرمه، کمی تسکین. اصلا من که تنها نیستم، خیلیای مشکلو دارن. تعمیم دادن و کاهش فشار. شاید بتونم ماه بعد یه کار کوچیک بکنم. امید ضعیف. میبینید با کلمات نرم آروم آروم خودتون رو میکشید بالا. دنبال معجزه نباشین، دنبال تسکین باشین. این کتاب به ما یاد میده که ما موجوداتی هستیم همیشه در حال تغییر فرکانس. شما ممکنه صبح تو پله 1 شادی بیدار شید، ظهر با یک تلفن بیافتید تو پله 10 بی‌حوصلگی و عصر با یه خبر بد برید تو پله 17 خشم. این طبیعیه، نترسید، فکر نکنید خراب کردید. فقط کافیه آگاه باشید. بگی آها الان جی پی اس من داره میگه رفتم پله 17. خب الان چه فکری بکنم که بشم 16؟ همین. کل بازی زندگی همینه. مدیریت لحظه به لحظه احساسات. و یه خبر فوق‌العاده برای کسایی که فکر میکنن من نمیتونم. آبراهام میگه طبیعت اصلی شما شادیه. شادی مثل یک چوب پنبه است که زیر آب نگهش داشتید. شما لازم نیست تلاش کنید تا چوب پنبه بیاد بالا. شما فقط باید دستتون رو بردارید. دست برداشتن یعنی چی؟ یعنی دست از مقاومت کشیدن، یعنی دست از مقاومت برداشتن. یعنی اگه الان عصبانی هستی خودتو نزن. نگو من آدم بدیم. بگو اوکی من عصبانیم و این حق منه، ولی دلم میخواد یک کم آرومتر بشم. همین پذیرش دست رو از روی چوب پنبه برمی‌داره و شما اتوماتیک میای بالا. رفیق من، تو قسمت قبلی یاد گرفتیم که خواسته تو آماده است، پشت سد. امروز یاد گرفتیم که نردبون رسیدن به بالای سد همین احساسات رنگارنگ تو هست. حتی اون خشم تیره، حتی اون حسادت تلخ، اینها پله‌های نردبونن. دورشون ننداز، ازشون بالا برو. خودت رو به خاطر احساساتت قضاوت نکن. با خودت مهربون باش. تو داری یاد میگیری راننده این ماشین پیچیده بشی. طبیعیه که گاهی دنده اشتباه بدی. تو قسمت بعدی، قسمت 4، میخوایم این بحث تئوری رو بذاریم کنار و بریم سراغ جذاب ترین بخش ماجرا، پول. حالا که نردبون رو شناختیم، چطور از این نردبون استفاده کنیم که جیبمون پر از پول بشه؟ میخوایم یکی از معروف ترین تمرین های آبراهام به اسم بازی کیف پول رو یاد بگیریم. تکنیکی که ادعا میکنه میتونه ارتعاش فقر رو در کمتر از 30 روز از سیستم عصبی شما پاک کنه. پس اگه میخوای یاد بگیری چطور با بازی کردن ثروتمند بشی، قسمت بعدی رو تحت هیچ شرایطی از دست نده. تا اون موقع یادت باشه اگه عصبانی شدی جشن بگیر. یعنی چون زنده‌ای و داری حرکت میکنی. تا دیدار بعد مواظب احساساتت باش.